سرور دولتی ما به همین دارایی‌هایی که مثلا بعضی از کشورهای بزرگ دارند تنها با مکالمه با زبان با سیاست واقعی توانستند که تاجیکستان رو معرفی تمام دنیا کنند و یک چیز دیگر هم هست من اینجا ذکر کردم میخواهم که اصلا مخصوصا ذکر میکنند که پرزیدنت ما امام علی رحمان بنیادگذاری وزارت کارهای خارجی ما یعنی سیاست خارجی ما بنیادگذار در زمان استقلال خودی پرزیدنت مملکت هستند همین یا مثلا یک نفر وزیر فرهنگ بیان میکنند که محض توسط فرهنگ پرزیدنت توانستند که صلح و وحدت بنیاد کنند خب این نقطه نظری درست نقطه نظری هر یک متخصص من اینجا میخواستم اکنون نقطه نظری شما رو همچون یک نفر معرخ پرسان شوم که سرور دولت از نظر شما در نزد ملت در نزد وطن در نزد کشور مهمترین کدام رسالت به انجام رساندن که ما امروز در همین یک روزگار و در یک زمان قرار داریم که واقعا زندگی آسوده و آسایشته و در محور زندگی ما صلح و وحدت ifade میکنند یا اینکه بیان میکنند البته رسالت و خدمت‌های بی‌نظیری سرور دولت پیشوای ملت رو در یک چند جمله یا در یک چند حتی اثرها گنجاندن خیلی مشکل است. بله. و مثال وقتی که شما صحبت کردید در مورد اون گفتید که در مثال بنیاد انمی در مثال تأسیس وزارت کارهای خارجی امروز ما گفته میتوانیم که سرور دولتمون اساسگذار سیاست خارجی هستند. ولی نه تنها باری اول در دوره استقلالیت محض سرور دولتمون در آن وقت همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان هنوز سال 1993 سمت‌های اساسی حوزه‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان رو طرحریزی کرده بودند و تا هنوز سمت‌های سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان فعالیت سیاسی خارجی جمهوری تاجیکستان در زمینه آن همان نشان داده سرور دولت از سال 1993 ادامه می‌یابد و انکشاف یافته است. یکی از رسالت‌های برجسته سرور دولت این همچون نجات بخش ملت برآمد کردن آن کس میباشد یعنی نجات بخش من فکر می‌کنم در همین مفهوم بسیار خدمت‌های شایسته سرور دولت در موردی برطرف کرد در مورد خاتمه بخشیدن به جنگ شهروندی برطرف کردن فاجعه اثر مردم و برطرف نمودن محوشوی ملت دولت انعکاس می‌یابد که این خدمت سرور دولت در صدها شاید اثر و مقاله ها خیلی برجسته انعکاس یافته است و هم از جهت علمی هم از جهت نظریوی هم گویم از جهت بدیهی این مسئله خیلی خوب آموخته شده است و محض فعالیت سرور دولت در سالهای 92 عصر 20 بود که تاجیکستان ما باقی ماند همچون دولت و در عرصه جهانی معرفی شد که واقعه‌های همین ابتدای عصر 21 ثابت می‌سازند که تا کدام سطح و تا کدام درجه همین فعالیت بی‌واسطه لیدر سیاسی در همین واقعه خیلی مهم است یعنی هم اراده سیاسی هم گویم فعالیت گسترده سیاسی و دیگر سرور دولت احیاگر دولت ملی و عنصرها و اینست‌های سیاسی اقتصادی این دولت میباشند تمام دستاوردهای دوره استقلالیت خود در اقتصادیات خود در فرهنگ خود در معنویت همه این با نام و فعالیتی پیشوای ملتمون جناب عالی محترم امام علی رحمه وابسته است که همچون فعالیت احیاگر همچون فعالیت سازنده و بنیادکار محسوب می‌باشد یعنی اگر گیریم در جاده گوییم معنویت باری اول از جانب سرور دولت مسئله زبان همچون رکن مهم ملت به میان گذاشته شد و در حقیقت زبان دولتی زبان ملی یک سطح بسیار بلندی خود را صاحب گشت که آنها در طول قریب 800 سال بعد اسماعیل سامانی قریب 1000 همین مقام را سزاوار و در دوره استقلال این مقام زبان در تنها در سطح دولتی بلکه بیرون از آن سطح زبان تاجیکی
یک مقامی بلندرسوی داشت. همین طریق در مورد بلند شدن آموزش تاریخی نیاگان، در مورد ادبیات، در مورد بالا رفتن گویم مقام زیایان و دیگر پدیده های معنوی جامعه. سرور دولت همچون آبادکار و سازنده برای نه تنها از نو برقرار کردن اقتصادیات در دوره بعد جنگ شهروندی، بلکه زمینه گذاشتن بر رشد استوار اعتراف شدند. و سه سمت استراتژی که امروز یکی از گویم شاهراه ترقیات دولت محسوب می‌آمد، محض با فعالیت سازنده پیشوای ملت وابسته است. و مخصوصا در پیام آخرین سرور دولت پیشوای ملت دایر به سمت‌های نو سیاسی، یعنی رشد گویم ساحه‌های نو صنعت، در مورد شهرسازی اندیشه‌های نو تازه بیان شدند و مخصوصا تشریف پیشوای ملت به ولایت سوخ باز چند پدیده‌های تازه را در حیات اقتصادی و معنوی کشور آغاز بخشید. و امروز سرور دولت نه تنها تاجیکان داخل را متحد نمودند، بلکه به طفل فعالیت سازنده و آبادکارانه پیشوای ملت تمام تاجیکان جهان امروز متحد شدند و گویم امروز یک کانسپسی منظمی رشد ملی تشکل یافته ایستاده است که محض با فعالیت سازنده پیشوای ملت وابسته است. تشکر بسیار. خب من فکر میکنم که در برنامه امروزی پیشوای ملت و فردای تاجیکستان بسیار مسئله های مهم از فعالیت دیروزه و امروزی سرور دولت بیان شدند. فقط من در پایان برنامه اشما یک چیز پرسان شده هستم که بینندگان عزیز ما از سلسله برنامه پیشوای ملت و فردای تاجیکستان باز چه ها را میتوانند انتظار شوند، چه خیل صحبت ها، چه خیل بحث ها، چه خیل برنامه ها باز در مورد اطراف همین موضوع بررسی خواهد شد. البته من فکر میکنم پهلوهای همین فعالیت سازنده پیشوای ملت خیلی گسترده است و دانشگاه ما امروز در بسیار موردها در این جاده سهم ارزنده خود را میگذارد. عالمان دانشگاه ما دایر به پهلوهای مختلف فعالیت پیشوای ملت هم گویم رشد اقتصادی تاجیکستان، رشد اجتماعی، رشد معنوی، فرهنگی، رشد اینستای سیاسی فعالان سهمگزار هستند و فکر میکنم همه این پهلوهای گویم فعالیت سرور دولت پیشوای ملت در همین گویم گزارش ها، در همین صحبت ها مورد صحبت های علمی قرار گیرد. تشکر بسیار خوب. باعث ذکر است که به قریبی کتاب در زمینه پیام پرزیدنت مملکت در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست انتشار شد که آن البته دسترسی خوانندگان میگردد. من دوستان عزیز بینندگان ارجمند به رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جمشید عبدالله جوربایف برای صحبتی واقعا علمی، یک صحبتی مستند، یک صحبتی خوبشان تشکر میگویم و باور دارم که برنامه ما پیوسته در دلهای شما جای میگیرد و از این برنامه شما نه تنها تاریخ زندگی فعالیت پیشوای ملت بلکه با تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال، با تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال آشنا خواهید شد، زیرا زندگی و فعالیت پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان پیوندی دارد با تاریخ دوران صاحب استقلالیت جمهوری تاجیکستان. یعنی 25 سالی زندگی ما در زمان استقلالیت با نام این شخص سخت وابسته است و این لحظه من با امیدوارم که خانه های شما آباد باشد، زندگیمون همیشه زیبا باشد، روزگارمون پیش رود. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های دیگر در برنامه پیشوای ملت و فردای تاجیکستان.